Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi kepada Kompas TV berbicara soal peran Indonesia yang dinilainya mampu menghentikan perang Israel-Iran. Berikut kami hadirkan wawancara Rahmat Ibrahim bersama Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi yang sudah kami rekam sebelumnya. Sebagai negara sahabat, apa yang Iran harapkan pada Indonesia? Sikap seperti apa yang harus diberikan, ditunjukkan oleh Indonesia? پرزیدنت پراوو بسیار در حوزه دیپلماسی فعال هستند و میبینم که تقریبا هر ماه ایشون یا مهمانان خارجی دارن یا به کشورهای خارجی سفر میکنن و به دنبال پیگیری منافع و اهداف اندونزی تلاش‌های بسیار زیادی میکنن. ایران به عنوان کشوری دارای پتانسیل‌های بالا و به عنوان کشور دوست اندونزی آمادگی داره تا در شعارهای پرزیدنت پراوو در خصوص امنیت انرژی و امنیت غذایی کمک بکنه، چون ما هم در زمینه امنیت انرژی و هم در زمینه امنیت غذایی جزو کشورهای برتر منطقه هستیم. به همین منظور از ایشون دعوت شده برای سفر به ایران. البته الان با توجه به حملات اسرائیل خب شرایط مناسبی نیست. امیدواریم ایشون در شرایط بهتری که ایران در امنیت بیشتری باشه این دعوت رو قبول بکنه و به جمهوری اسلامی ایران سفری داشته باشه. این سفر در پاسخ به سفر سال 2023 رئیس جمهور فقید ایران، رئیس جمهور رئیسی به اندونزی به وقوع میپیوندد. اما راجع به توقع از اندونزی از اولین ساعات جنگ با صدور بیانیه توسط وزارت خارجه و پیام‌های بسیار زیاد توسط نهادهای اجتماعی، سیاسی، دانشگاهی، مذهبی، سازمان‌های اسلامی بزرگ و ارسال تاج گل به سفارت من و ارسال پیام‌های دیگه حمایت خودشون رو از ایران اعلام کردند و این عمل غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی رو محکوم کردند. میگم غیرقانونی چون بر اساس منشور ملل متحد این حرکتی غیرقانونی است و میگم جنایتکارانه چون داره علیه خانواده ها، زنها، کودکان و مردان غیر نظامی اتفاق میفته. البته علیرغم تمام مواضع مثبتی که از اندونزی دیدیم، اما فکر میکنیم که اندونزی کمک بیشتری به جمهوری اسلامی ایران میتونه بکنه تا این آتشی که حتی روی اقتصاد اندونزی هم تأثیر منفی گذاشته زودتر خاموش بشه. اندونزی دارای پتانسیل‌های فراوانی در سازمان‌های بین‌المللی است، در سازمان ملل، در شورای امنیت، در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام، در سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، در آسئان، دی8 و بسیاری دیگه از سازمان‌ها اندونزی دارای قدرت و نفوذ و میتونه با کمک کشورهای دیگه نسبت به فشار بر رژیم صهیونیستی و تلاش برای ابقا و بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه خاورمیانه و جهان نقش بسیار بالایی رو بازی بکنه. به هر حال ما ممنون دولت و ملت اندونزی هستیم و امیدواریم که از ظرفیت‌های بیشتری از اندونزی رو شاهد باشیم.